روز 14 سپتامبر سال 2022 در سگمنت توجیکی شبکه‌های اجتماعی یک ویدیوی از همه پرسر و صدا ویدیوی بدرفتاری راننده اتوبوس خطسیر رقم 43 شد. در ویدیویی که کانال پرویز تیوی نشر کرد دیده میشد که راننده چندین بار اتوبوس پر از مسافران را با سرعت بلند رانده یک بار ترمز را زیر میکرد که در نتیجه چندین زن و کودک روی فرش اتوبوس افتادند. یکی از مسافران به راننده ایراد گرفت که آرامتر رانید، آخر آدم برده ایستادید، ولی راننده از این ایراد به خشم آمده به سر آن مسافر مشت برداشت و از گریبانش گرفت و تهدید کرد که حالا هم اطراف فوتبال میکنم. بسیاری کاربران در زیر این ویدیو رفتار راننده اتوبوس را غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل نامیده از مقامات خواستند تا نسبت به او چاره بیندیشند. الکی ساعت بعد نشر این ویدیو شام 14 سپتامبر مؤسسه دولتی که منادی دوشنبه نقلیات خدمت رسان در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که راننده دغل رفتار اتوبوس جزایش را گرفت. در پی نشر این ویدیو معاون رئیس شهر دوشنبه که سرپرست ساحه نقلیات است به راهبران ساختارهای دخلدار و دیرکتور شرکت اتوبوس سپارش داده است که نسبت به راننده چاره‌های دخلدار اندیشند. در رابطه با حادثه مذکور در شرکت اتوبوس با اشتراک مدیر این کارخانه و مدیر دوشنبه نقلیات خدمت رسان و هیئت کارمندان کارخانه جلسه فوری انتظامی دایر کردند. بنا به اطلاع مؤسسه نقلیاتی هنگام بررسی معاین کرده شده است که راننده‌ای که به خطا راه داد و با مسافران دغلانه رفتار نموده است راننده خطسیر اتوبوس رقم 43 رقم قید دولتیش 9951 بابایف علیشیر عزت اللهویچ می باشد. این راننده سابق کاری 5 ساله داشته است. از جانب کمیسیون انتظامی حالت به عمل آمده مورد بررسی قرار داده شده. در اساس ماده 4 قسم 17 کودکس مهنت جمهوری تاجیکستان راننده بابایف علیشیر از کار آزاد کرده شد. خبر داد دوشنبه نقلیات خدمت رسان. این کارخانه که مسئولیت امور نقلیات مسافربری پایتخت تاجیکستان را بر دوش دارد افزوده است که مؤسسه برای بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی نقلیاتی و همزمان از بین بردن کمبودی‌های در این سمت جای داشته تمام چاره‌های ضروری را می‌اندیشد. اکثر کاربران از چنین واکنش زود و قاطع مقامات به این قضیه استقبال کردند.